رمضان کارخانه گناه سوزی است، گناهان را می سوزاند. بیاییم خود را فارغ بکنیم از گناه ها و معاصی، از این بار دوش گناه و معصیت خود را فارغ بکنیم. 11 ماه گناه کمر ما را شکستان، حتی گناهان خود ما حس نکردیم. 11 ماه. جوان شاید تقصیر کرده باشه، شاید نه، حتما، چون انسان گناه میکند. برادر ما، خواهر ما، پدر ما، همه ما کوتاهی ها و تقصیرات سر زده. گناهانی که خود ما میدانیم و در اذهان ما مجسم هست، بیم از اونا توبه بکنیم. گناهانی که خود ما نمیدانیم و ثبت دفتر ملک موظف شده، از همه اینها بیاییم توبه کنیم به سوی پروردگار عالم. و این رمضان و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان وسیله کفاره گناهان است که گناهان ما در ماه مبارک رمضان سرازیر می شود. انگار درختی است پربرگ که در هنگام خزان برگه هایش می ریزد، گناه ها همینطور می ریزد. بیاییم خودمان را تکان بدیم، تکان معنوی، تا گناهان ما بریزد، فارغ کنیم از تمام گناه ها و معاصی، تا بعد از رمضان گناهی به تن ما نباشد، گناهی به تن ما نباشد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان را روزه میگیرد به خاطر ایمانداری، ایمان است که ما را وادار کرده که روزه بگیری. حتی نوجوانهای ما، اونها هم که روزه فرض نشده ولی اشتیاق دارن به روزه گرفتن ماه مبارک رمضان به خاطر ایمان. حتی اگر به مو نوجوان یا طفلی که کمی توانایی روزه گرفتن را دارد، به او بگی که بگیر امی گلاس آب را بنوش، قطعا چنین کار نمی کند. حتی ایمان در وجود اطفال ما، نوجوانهای ما و جوانهای ما و پدران و خواهران ما، ایمان، به خاطر ایمان است که ما روزه داریم. به خاطر ایمانداری ماست که در هوای گرم کسی نیست. رمز و رازی است روزه بین بنده و خدایش، رمزی است که هیچ کس واقف حتی نمی شود. آب را بگذاری کسی هم نباشه، خانه خالی تک و تنها، اما ای جامر بر نمی دارد، ایمان اور نمی گذارد. ایمانی که در سرشتش و در فطرتش و در قلبش جایگزین شده اجازه نمیده که آب برداره و بنوشد. و احتسابا، به خاطر از این ثواب، به خاطر که ثواب کمایی بکند، روزه ماه مبارک رمضان را نمیخورد. میداند که روزه فرصت است برای تجارت معنوی یا معامله کردن با خدا. خدایا گرسنه میمانم، تشنه میمانم، رنگم زرد میشود، همه را تحمل میکنم، ولی با تو معامله میکنم، با تو معامله میکنم. ما و شما با خدایمان معامله کردیم. فرمان خدا رسید که نخور و ننوش، گفتیم یا رب چشم، با کمال میل از فرمان تو رب العزت و الجلال استقبال میکنم. اما برای من جایزم بده، پاداشم بده، ثوابم بده، اجرم بده. الله رب العزت تمام گناهان تو میامرزد. غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهان انسان بخشیده می شود. رمضان ماهی است که ما را تکان می دهد تا گناه ما بریزد، گناه ما بریزد، اثری از گناه در وجود ما باقی نماند. این فضیلت روزه هست که کسی در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد تمام گناهانش بخشیده می شود. اونهایی که از گناه ناله می کنند، اونهایی که از معصیت ناله می کنند، اونهایی که حس می کنند گناه کمرشان را خم کرده، اونهایی که میگویند رو نداریم به پیشگاه خدا قد علم بکنیم، من برایشان میگویم که رمضان است، ماه بخشش، ماه کرم و فضل پروردگار عالم.